صبح امروز در دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی کنفرانسی جمهوری در موضوع راه‌های بلند برداشتن صفت تعلیم فن‌های جامعه شناسی و زبان‌ها در مکاتب تحصیلات عالی رویه‌های تکنیکی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. کاری کنفرانس با سخنان افتتاحی دیرکتور دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی دوسنت سعیدی دلافروز ربیع‌زاده آغاز گردید. قید کرده شد که با نظرداشت طلبات زمان معاصر پرزیدنت مملکت در نزد ما معروفچیان وظیفه‌گذاری نمودند که در تمام زینه‌های تحصیلات از مؤسسه‌های تا مکتبی سر کرده تا گیمنازی و لیسی‌ها و زینه‌های دیگری تحصیلات به طور حتمی زبان‌های خارجی مخصوصاً زبان‌های روسی و انگلیسی آموزانیده شده نظارت قطعی صفت تعلیم بر راه مانده شود. دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در سمت بلند برداشتن صفت تعلیم از خودکنی تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی تکمیل سطح زباندانی بالا برداشتن تفکر تکنیکی جوانان همه ذخیره‌های داخلی را سفربر نموده تمام شرایط ضروری را برای علم آموزی دانشجویان فراهم آورده است. طبق پیام پیشوای ملت جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی امام رحمان نقطه های اساسی آن پیام که در نقشه رشد استراتژی دانشکده من انعکاس یافتند ما عزم گرفتیم که در این روزهای پروفایز کنفرانس علمی عملی جمهوری در دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی در شهر خوجند برگزار کردیم و بخشیده به 30 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان تحت عنوان راه‌های بلند برداشتن صفت تعلیم فن‌های جامعه شناسی و زبان‌ها و مقصد از این کنفرانس در آن است که از فعالیت بوی از تجربه غنی همدیگر واقف شویم و در روند تعلیم آن را استفاده بریم. در جریان کنفرانس جمهوری عالمان و متخصصان ساحه جهت رشد ساحه معارف بلند برداشتن صفت تعلیم فن‌های جامعه شناسی زبان‌های دولتی و خارجی معروضه‌ها کرده موضوع کنفرانس امروزه را خیلی مبرم و سری وقتی ارزیابی نمودند. آموزگاران و دانشجویان دانشکده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده پیشواز گرفته در دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که در آن 15 نفر دانشجویان و 4 نفر آموزگاران دانشکده اشتراک نمودند آموزگاران صاحب جای سوم و چهارم گشته از حساب دانشجویان 4 نفر صاحب جایهای نمونوی چهارم و با افتخارنامه اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند.